هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوت هم تو را می گویم. ای جان جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم. هر لحظه با تو بودن یه شعر ناتمامه، خاموشی تو دریایی از کلامه. دیدار تو غزل ساز، دست تو زخمه ساز، چشم تو شهر آواز، دریچه‌ای به پرواز. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که رو به رو نیست. وقتی که پاسخ عشق درگیر پیچ و تابه، بی آن که من بپرسم دیدار تو جوابه. با دست هر نوازش 100 حرف تازه داری، تصویر روشن عشق در قاب روزگاری. با تو بهانه ای هست، آبی و دانه ای هست، از هر کجای بنبست راهی به خانه ای هست. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که رو به رو نیست. ما بی نیاز گفتن، بی گفتن و شنیدن، در حال گفتگوییم در لحظه های دیدن. تو با دل صبورت در ماندن و عبورت، با من به گفتگویی در غیبت حضورت. با تو بهانه ای هست، آبی و دانه ای هست، از هر کجای بنبست راهی به خانه ای هست. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که رو به رو نیست. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که رو به رو نیست. راز و نیاز عاشق
الان چند سالته؟ الان دوره 34 سالم. شبا برمیگردی خونه یه کارتون خواب شد؟ نه کارتون خوابم. طلاق گرفته خانم؟ بله غیابی طلاق گرفته. چند سال با هم زندگی میکردن؟ 1 سال نامزد بودم، 1 سالم 6 ماه زیر یه سقف زندگی نکردم. یه سرباز که بودم سیگارم مصرف نمی‌کردم، ورزشم می‌کردم. تو وزارت دفاع توی نقشه برداری خدمت می‌کردم، اونجا سمت هلیکوپتر سازی. خیلی حال و روزم خیلی بهتر از الان بود. یه پدر مادر خوب داشتم. خدمتم که تموم شد دیگه آخرای خدمتم بود، شروع کردم مواد مصرف کردم، هروئین و تریاک و شیشه رو. دوباره رفتم ترک کردم چون میخواستم ازدواج کنم. گفتن شما ازدواج کنی میتونی مثلا به قول من بهتری دلخوشی. مادرم گفت ازدواج کنی خیلی بهتر میشه حال روزت نسبت به الان. خلاص کاری ندارم، ازدواج سرتون رو درد نمیارم. ازدواج کردم، یه مدت زندگی کردم، نتونستم. هر کاری کردم خودم رو نگه دارم که بتونم اون خلای زندگیمو نتونستم با خانواده با زن و بچه پر کنم. مجبور شدم دوباره اومدم سمت مواد. خیلی سخت بود برام نکشیدنش. وقتی نمیکشیدم احساس خالی تو خالی بودن و پوچی و اصلا دلم میگرفت، دلم یه جوری تنگ میشد واسه همه چی. خیلی انگار دنیا رو سرم خراب شده. خدا کمکم کرد دوباره تونستم برم ترک کنم، ولی نتونستم دوباره خودم رو نگه دارم. دوباره اومدم کشیدم، از خدا دور شدم. ولی وقتی با خدا هستم خیلی بهتر میتونم دلم از اون حالتی که دارم، یا مثلا موقعی که هنگامی که ترک میکنم وقتی خدا مثلا با خدا بیشتر نزدیک میشم بهتر میتونم مثلا موادم رو کنار بذارم. وقتی خدا احساس میکنم که واقعا خدا هستش کنارمه، منو میبینه، کارامو میبینه، میدونه من واسه چی مواد مصرف کردم. خانواده خوبی نداشتم، بابام خودش مصرف کننده بود، هم مواد مصرف میکرد، همه جوره، هم عرق میخورد، همه کار میکرد. مشکلاتی که به قول معروف به خاطر اینکه پشتوانه نداشتم، کسی نبود به قول معروف راهنمایی کنه، راهنمای خوبی نداشتم. دوست دارم پاک بشم ولی نمیتونم. میخوای کمکت کنی؟ هنوز تصمیم نگرفتی یا مورد دیگه ایه؟ تصمیم که نگرفتم، رو راست چرا دروغ بگم، تصمیم ترک نگرفتم، ولی دوست دارم پاک زندگی کنم، دور از مواد مخدر. حاضرم واسه پاکیم واقعا، یعنی آدم با شرف باشم. شرف هم میذارم زندگی پاک داشته باشم، یعنی با شرف زندگی کنم، با آبرو زندگی کنم. کسایی میگن مردم وقتی صورتم نگاه میکنن اونایش داغون میشم، انگار همه جونم رو گرفتن. هیچ کسی هم ندارم در حال حاضر، که پدر مادرم که فوت کردن، خانواده هم همه اصلا باشه، اصلا نمیدونم کجا هستن. یعنی از پدر مادرت خبر نداری؟ نه هستن. مادرم که خیلی کوچیک بودم فوت کرده، پدرم هم تقریبا الان 4-5 سال فوت کرده. یه زن بابا دارم، اونم تشییع جنازه‌اش رفتی؟ نه نتونستم. یعنی پدر فوت کرد ندیدی؟ نفهمیدم. نمیدونی کجا خاکش بعد کردن؟ 40 روز. چرا؟ بعد 40 روز بهم گفتن، یه بارم بیشتر نرفتم سر خاکش. تشییع جنازه‌اش که اصلا نبودم.
سید میخوای پاک بشی؟ میخوای ما کمکت کنیم؟ معذرت خواهم، همه دوست دارن توی یک زندگی راحت و مرفه به اصطلاح ادامه حیات بدن. منم مسلما دوست دارم زندگی راحت و بی دردسر داشته باشم، اونم تو پاکی و سلامتی صحت بدن. ولی اینکه مد نظر منه به دست آوردن هر چیزی تو این دنیا راحته، فقط با یه ذره همت آدمیزاد میتونه به هر چیزی به اصطلاح دست پیدا کنه. شرط اونه که نگهش داشته باشیم، شرط اونه که این پاکی رو بتونیم حفظش کنیم. وگرنه تا این سنی که دارم حداقل بالای 10 بار اقدام به ترک مواد کردم، بیشترینش شاید 5-6 ماه بوده که تونستم فقط این سلامتی برسونم. دوباره یا حالا باعثش اطرافیانم بوده یا خودم بودم یا به اصطلاح شرایطی که برام پیش اومده. قبلا شغلی داشتی؟ شغل که بله، واقعیتشو بخواید خود تعریفی اگه نباشه بهترین نصاب آسانسور هستم و کامپوزیت نصب میکنم. کارم دشواریه، شاید به صراحت میتونم بگم استادکار خوبی هستم تو رشته کنم، ولی افسوس که پشتیبانه ندارم، حمایت کننده ندارم و خودم هم مصرف که دارم باعث به اصطلاح مانع از کار کردنم. دوست داری پاک بشی؟ یعنی الان من بهت بگم یا با هم بریم کمتر کنی میای یا هنوز تصمیم نگرفتی؟ عرض کردم بارها تصمیم گرفتم، ولی خب اون نگه داشتن اون پاکی مهمه. نمیتونی نگرش داری؟ شرایط جوری پیش میاد واسم که همش به بن‌بست میکنم. حالا نمیدونم، آدم احساساتی هستم، عواطفم که به طور گل میکنه اونا مانع میشن. حالا نمیدونم باورا رو چون از بین بردم، اون مدت زمان که باید صرف بشه برای برگشت اون باورا از این برم که خب ما آدم ها عجول هستیم، به اصطلاح صبرمون کمه. بالاخره میبینید که اینا دست به دست هم میده تا من دوباره این پاکی رو از دست بدم و میبینیم اون زحماتی که هم خودم هم اطرافیانم کشیدم برای به دست آوردن این پاکی واسه خودم، میگه همش هدر میره. آخرین باری که به اصطلاح خانم سابقمو دیدم برگشت به من گفت که دوست دارم بچه تو رو ببینه تو هوایی بشه. حقم داره. خب واقعیت آخرین باری که خانممو دیدم برگشت به من گفت دوست ندارم بچه تو هوایی بشه، سعی کن خودتو بهش نشون ندی. خب اینا تاثیر میذاره، باعث میشه که من خود افکارم مشغول بشه که چرا توی شرایطی قرار بگیرم که نتونم بچه‌مو ببینم. خانمت کمکت کرد برای ترک؟ بله، اوایل خیلی
پس اون زحمت خودش رو کشیده، شما همت نکردی داره؟ ایشون زحمت کشید ولی من از هر کسی انتظار داشتم تردم کنه، ترکم کنه، ولی از ایشون نه. بیشتر از اینا انتظار داشتم ازش. ازدواج نکردی؟ ایشون خبر ندارم. من به خاطر ایشون تو روی پدر و مادرم وایستادم، تو روی هر کسی وایستادم، گفتم اگه قرار بر ازدواج من باشه فقط با ایشون میخوام ازدواج کنم، ولی ایشون منو تنها گذاشت. چیزی که اصلا انتظارشو نداشتم. اصلا انتظار نداشتم که منو تنها بذارم. فقط میتونم اینو بگم که بزرگترین گناه خودکشیه، گناهی که کبیره است. بعد یعنی دونسته آدم ضرری رو به جسم جان خودش میزنه که شاید به نظر من از خودکشی هم گناهش بیشتره. زندگی با تن سلامت خیلی لذت بخش‌تره. خیلی من تجربه کردم، آدم وقتی قدر اون سلامتشو میدونه که از یک بیماری رها شده باشه. من اون لحظه هایی که پاک میشدم، به اصطلاح خالی از مصرف مواد بودم، واقعا لذت خیلی بزرگی رو احساس میکردم. ولی دوباره وقتی میافتادم تو مواد، افسوس اون لحظه ها رو میخوردم که چرا نتونستم اون لحظه های خوب و خوش رو حفظش کنم. ازتون خواهش میکنم نکنید این کار رو. اصلا ارزش نداره. اصلا ارزش نداره. کاش میتونستم دوباره در کنار زن بچه‌م، در کنار مادرم، زیر سقف خودمون زندگی کنم، تو شهر خودم. یه جورایی سر بیسامونم رو برداشتم و زدم به بیابون. از شرمندگی و خجالتم جرأت برگشتم به شهر خودم ندارم. نمیدونم، خودم اصلا راضی نبودم توی منجلا بیفتم. حالا نمیدونم چی شد. یه موقع چشم باز کردم سال 65 رفتم خدمت. بعد اولین موادی هم که باش آشنا شدم حشیش بود. به صورت این پله ترقی رو طی کردم.
66 شد تریاک، 67 شد چی شیره، 68 قوا. تا سال 72 که شیشم اومد تو ایران، شیشم بغل کردم شدن چی 2 مصرفه تا الانی که هستم. یعنی راضی نیستم. هیچ موقع یادم نمیاد، سال 65 بود خدمت مقدس سربازی بودم. برای اولین بار رفیقم من دعوت کرد به یه مجلسی که دعوت شدم به مجلس، هماهنگ رفیق شدم با مواد سیاه تریاک بود. برای اولین بار که کشیدم یه حال بدی بهم دست داد، خیلی معذرت میخوام، آوردم بالا، بعد یه هفته بستری شدم تو پایگاهمون. بعد اون نم به روال عادی گفتم اون چی بود؟ گفت تریاک بود. گفتم چیزی بدی نبود، ولی نمیدونم چرا اولین بار حالت تبا بهم دست داد. گفت به مرور زمان اونم درست میشه. که همین مرور زمان طوری شد که من روزی 12 گرم مواد مخدر تریاک مصرف میکردم. آشنا شدم با دخترمون که چی وقتی تشنم میشد من آب میخواستم بخورم، گفتم اول خیلی معذرت میخوام اینجوری میگم، آبو میخورد، بعد میگفتم شما چی آبو انتقال به دهن من. طوری شد زنم گرفت. زمانی که پسرم داشت به دنیا میومد من تو همون داشتم مصرف میکردم، انگار نه انگار. خانمم اونجا داره درد میکشه، من این بعد داشتم چی موادم مصرف میکردم. من یادم میاد یه روز مادرم پول داد بگم گو برو داروام بگیر حسن. این دارو گرفتنم سر از خونه قاسم در آوردم. تو برگشتم دیدم مادرم سکته کرده، عمرشون داده بود به شما. یعنی سرنگاری تا این حد مواد چیکار میکنه با ما. الانم نزدیک 15 سال کارتون خوابم. مواد یه کاری کرده، دیدم خیلی صدای میزنم به بچه‌ام، قبل اینکه بچه‌ام طلاق بگیرن 180 تومن 1000 تومن از خونه پول برداشتم و زدم بیرون. گفتم دیگه بسه، نه صدمه روحی بزنم نه مالی بهشون بزنم، جسمی بزنم. که اومدم بیرون الان 15 سال حسن میزنم، الان بچه‌ام بغل کنم. ترکیشم چیزی نیست به نظر من. بعد ترک خیلی شرطه، حامی داشته باشی بیرون بتونی زندگی کنی، حامی داشته باشی که کاری دستت بذاره دیگه تو این بیغولا پیدات نشه، حامی داشته باشی که ارزش یه انسان بودن رو بهت بده. یعنی بهای انسان بودن به نظر من با یه نگاه بچه که میگه مام این آقا رو ببین چقدر وحشتناکه. به نظر من اون موقع چی خدا رو خوش نمیاد اشرف مخلوقاتش اینجوری زیر سوال بره. من خیلی دوست دارم پاک بشم، خیلی دوست دارم این انسان زندگی کنم، یه انسان عادی، ولی با کمال تأسف میگم بعد اون زندگی کردن هنره. به قولایی که خودتون بهتر میشناسین خیلی هم هستش، کم نیستن افرادی که در کمین ما هستن. بعد کم میایم بیرون خدا سر شده اینقدر شیری ما رو شکار میکنن بدون که چی خودمون میگم اهلشون سلیم نداریم، حامی نداریم، سریع دوباره معتبر میشیم توی منجل و مواد مخدر. خیلی دوست دارم آقا. شغل اصلی چیه؟ شغل اصلی رویکوبی مبله، خیاط هستم، هم رویکوبی آرتم هم خیاط شم. جوونی که تازه افتادی تو ورطه مواد مخدر تو نمیتونی من بشی، چون روز به روز داره مواد عوض میشن. خدایی نکرده نیدون روزی که شما اعلامیت رو بزنن سر کوچه. اقلا چی رحم به خود بکن، رد به در مادر نمیکنی رحم به خودت بکن. تو اون بروت از دست نده به این آسونی. تو آسون به این دنیا نیومدی که چی اون جوانی تو اون قشنگی تو اون داشتهاتو چی به همین سردی هم از دست بدی. یه رحم به خودت بکن، به خدا دیر نشده. اگه یه بار نشستی پای مواد، اگه رفیقت میبینی چی داره تو رو به راه بیراه میکشه، آقا بذار بگم بچه ننه است، به خدا قشنگه. کاش که من میگفتم بچه ننه ای تو نیومدی پای دستات. و علی اولاش من امروز نمیسوختم، ولی الان میگم با کمال تأسف یه جوانی رو من تو این کمپا میبینم خدا سرشاهده آهی از دل میکشم، نمیدونم انگار که اولاد خودمه. به غیر از این نیستش. یا رحم بخورید بکن نکنیم کار، چون عاقبتی نداره، چون تهی نداره. بزرگتر از ما اومدن، گنده تر از ما اومدن رفتن هم تو سینه قبرستون خوابیدن. کجا رو گرفتن؟ هیچ جا رو. من نوعی هم همچنین. اگه نتونم چی خودم علم جمع کنم، از کجا معلومه من پرد و پسردهی بتونم زندگی بمونم یا نه؟ چون دار ندارم این مواده. این هم من بهتون بگم در کلام آخر، میگن مواد اگه خدا رو کفر نباشه، همپای خدا نباشه، از خدا کمتر نیستش.
پس بدون تو با چه چیزی داری معامله میکنی. قراره توی شهر زده بشه که بیماری کارتونخوابی اگه قرار باشه که درمانی براش اتفاق بیفته فقط با مهربونی و آغوش گرم و نگاه به جنبه انسانی خود این آسیبه، چون کسایی که به هر حال توی خیابون میخوابن مثل همه آدم‌ها روح دارن و اول از همه باید به اون روحشون توجه بشه برای اینکه بتونیم ماجرا رو رفع بکنیم. توی این برنامه کسایی که هستن دستسازه ها و هنرهای دستیشون رو آوردن. ما یه نمایشگاه سیار داریم که به طول 12 کیلومتر از میدون تجریش تا چهارراه ولیعصر این آدما میخوان بگن که ما توانمندیم، ماها داریم زندگی عادیمون رو انجام میدیم، میخوان برگردن به جامعه و از جامعه یک شعار دارن به اسم ببخش و باورم کن. با شعار ببخش و باورم کن هم از جامعه بخشش خواهی میکنن، هم میخوان باور این رو توی شهر بسازن که میشه زندگی کرد، میشه ادامه داد و میشه برگشت. رنگی که بچه‌های ما پوشیدن رنگ زرده. امروز کاورای زرد رنگ دارن همه آدم‌ها، هم اونایی که کارتونخواب بودن، هم اونایی که بهبود پیدا کردن و هم اونایی که در واقع یاور بودن و همراه بودن که این آدما برگردن تو این چرخه. همشون کاور زرد پوشیدن. کاورای زرد رنگ ما رنگ زرد رنگ بخشش خواهیه، رنگ دگرخواهیه و توی فرهنگ مذهبی ما هم رنگ زرد رنگ حریت، رنگ آزادگی، رنگ آدماییه که برمیگردن در واقع از نقطه‌ای که شاید خیلی نقطه سیاه و تاریک باشه برمیگردن به جای اصلیشون. توی این مسیر صحبت قرار بکنیم از کودکای کارتونخواب و میخوام بگیم که توی این شهر به غیر از زن و مرد کارتونخواب کودک کارتونخواب هم هست. از امروز باید به فکر کمک برای این گروه از بچه‌ها باشیم، چه هویتشون و چه زندگی که قراره توی آینده داشته باشن.
همینم حدود 17-18 سال مواد مصرف کردم. تو این 18 سال تمام داشته‌هام چه مادی چه معنوی از دست رفت و این باورم رسیدم که اصلا هیچ امیدی نیست، تموم شد. ولی خدا رو شکر با همت دوستان و خاص دوستایی که تو اجتماع بودن برگشتیم ما برگشتیم و با همین ببخش و باورم کن. یعنی اول من این بخشش رو از خودم شروع کردم، خودم رو بخشیدم به خاطر اشتباهی که کردم، برگشتم، بعد اجتماع کمکم کرد و از اجتماع خواستم که منو ببخشن، دوباره باورم کنن. یه اتفاق افتاد، بخشیدنمون، باورمون کردن و یه اعتقاد دیگه هم دارم که این یه اتفاق دو طرفه است. این ببخش و باورم کن که دارم میگم، این بخشش میخوایم یاد بگیریم، بخشیدن رو. اجتماع هر کسی اشتباهی کرد، چه همدردای من چه کسایی که اشتباه کردن، این اشتباه رو میخوایم یاد بگیرم، اونا هم ببخشن. چرا؟ چون با اون بخشیدن اون باوره دوباره زنده میشه، دوباره رویش پیدا میکنه، دوباره سبز میشه و دوباره زندگی جریان پیدا میکنه. همونطور که میبینیم این اتفاق افتاده و میخوایم این دید عوض بشه. الان حدود 18 ماه خدا رو شکر هستن بچه‌هایی که الان 3 سال 4 سال 5 سال مثل خودم، حتی کمتر. ما الان بین بچه‌ها هم داریم که 3 روز 4 روزن، 5 روزه شروع کرده تازه. دوران خیلی سیاهی بود. چه دورانی؟ یه دوران زمان مصرف، یه دورانی بود که از اولش با یه باغ سبزای خیلی کذایی و دروغ شروع شد، به جایی رسیدی به یه باغ سوخته رسیدی، به زندگی نابود شده و از دست رفته، با یه ناباوری کامل، یأس، ناامیدی، انزوا و گوشه‌گیری و آخرش هم مرگ بود. ولی خدا رو شکر اتفاق برای خیلی از بچه‌ها نیفتاد. ما برگشتیم خدا رو شکر و داریم ادامه میدیم. از خدا می‌خوام. چه پیامی بدید؟ امروز ما اومدیم پیامو بدیم که تمام بچه‌هایی که الان همدردای ما هستن، اونها هم میتونن برگردن، ولی با همین ببخش و باورم کن. ببخشیم، اجتماع باید ببخشه اینا رو، ببخش باورشون کنه تا بتونن برگردن اونا هم. و اون خسارتی هم که ما زدیم به اجتماع، ما امروز اومدیم فیلترهای سیگار تجریش تا 4 ولیعصر رو جمع کنیم. درسته؟ این اتفاق میخواد بیفته که و این پیامو داره که ما میخوایم بگیم اگه خسارتی زدیم میخوایم دوباره جبران بکنیم و این بخشش رو با این حرکتی بچه‌ها میخوان انجام بدن میخوایم دوباره ازشون بخوایم. فکر کنم تمام پیام، حالا چه کوتاه چه بلند، تو همین ببخش و باورم کنه، چون اون رویش باور دوباره از همین بخشش شروع میشه. مواد مصرف میکردم، مواد باعث میشد که من احساساتم کرخ بشه و یه رفتار ضد اجتماعی داشته باشم، از خانواده طرد بشم، از اجتماع طرد بشم، از محل کارم، از زن و بچه‌م. من فقط در حال خسارت زدن به محیط پیرامونم بودم به خاطر لطمه‌ای که مواد مخدر به من زده بود یا خوی منو یه خوی حیوانی کرده بود. زندگیم 2 سالم کارتون خواب بودم، یه زندگی خیلی سخت، در شرایط سختی زندگی میکردم، گوشه کنار خیابونا بودم،
تو جوبا بودم. زمان من از زندگی ناامید شده بودم، امیدی برای زندگی و زنده بودن و من نداشتم. من اومدم تو خیابون که فیلتر سیگارا رو جمع کنم، یعنی بی‌تفاوتی‌ها رو جمع کنم از توی اجتماع. میخوام بگم که تمام اون کسایی هم که الان دارن مواد مخدر مصرف میکنن، تو صد آشغالی ضایعات جمع میکنن و چهره شر رو زشت کردن، اگه بهشون محبت بشه، اگه بی‌تفاوت از بغلشون رد نشیم، به اونم میشه کمک کرد. همونجوری که ما رو بغل کردن، به ما ابراز عشق کردن، ابراز علاقه کردن، احترام گذاشتن و ما خودمون رو پیدا کردیم. از مردمم میخوام، از جامعه‌ام، از خانواده‌ام که جامعه کوچیکیه گرفته تا جهان، هر کسی که به این باور رسیده که یه معتاد باید بمیره، میخوام بهش بگم منو ببخشه و باورم کنه. چون من امروز اومدم این پیامو بدم که من میتونم سهم کوچیکی توی جامعه‌ام داشته باشم، به اندازه‌ای که خسارت زدم صدها برابر اون خسارتی که زدم رو جبران کنم. امروز به لطف خدا، به لطف پروردگار، به لطف کسایی که منو باور کردن، 10 سال و 10 روزه که از مواد مخدر پاک هستم و به کلی از دوستای همدردم کمک کردم. الان میخوام مردم ما رو باور بکنن، مردم به خاطر رفتاری که ما زمان مصرف داشتیم ما رو ببخشن، چون اون بیماری اعتیاد بود که ما رو مجبور میکرد اون رفتار رو از خودمون بروز بدیم. ولی الان تک تک ما شخص قابل قبول و مسئول توی اجتماع شدیم، بشه اجتماعی خودمون رو پیدا کردیم، بشه انسانی خودمون رو پیدا کردیم. من از خانواده‌ام میگم، خانواده‌ام یه خانواده اسم و رسم داره، ولی به خاطر اعتیادم منو از خودشون راندن، طردم کردن. زمانی که احتیاج بهشون داشتم حمایتم کنن، حمایتم نکردن که اومدم تو شهر غریب و الان 19 سال از خانواده‌ام هم طرد شدم، از جامعه‌ام طرد شده بودم. دید مردم هیچ نسبت به من خوب نبود، همش به چشم یه آدم معتاد، دزد، خلافکار بهم نگاه میکردن. پیاممون اینه که اون کارتون خوابی که قبلا در حال خسارت زدن بود، چهره شر زشت کرده بود، امروز میتونه جبران خسارت کنه. امروز میتونه یه کاری بکنه که مردم نگاهشون عوض بشه، مردم دوستشون داشته باشن. قابل تغییر، انسان‌ها تا موقع مرگ قابل تغییرن. ما هم می‌خواستیم نشون بدیم که ما هم میتونیم تغییر بکنیم و اینم تغییرمونه. اومدم بگم ببخشین، منو باور کن، به همدردام که الان دارم بهشون خدمت میکنم، واقعا بهشون هر روز این پیامو میدم که منم مثل شماها بودم، منم حال روز درست حسابی نداشتم، تو پارکا بودم، تو خیابونا بودم، شبا مورد اذیت آزار قرار میگرفتم. الان من پاکم، دارم پاک زندگی میکنم، به همدردام دارم خدمت میکنم. به مردم میخوام واقعا ببخشن منو، باورم کنن، باز به چشم اون لیلای معتاد 6 سال 7 سال پیش به من نگاه نکنن، قبولم کنن که به جامعه برگردم. ما دوست داریم به این جامعه خدمت کنیم، به خصوص معتادین عزیز که انشالله بشن پاک بشن توی جامعه. اگه دولت هم بتونه حمایتشو کنه ما ممنون میشیم، ما هم کمک کنیم انشالله که جامعه خوبی داشته باشیم توی این مملکت، که دوستان ما همه سالم و سلامت باشن. اگر انسان ها کار داشته باشن، صبح بلند شن برن سر کارشون، مشغول کار بشن، برگردن بیان و بتونن به تشکیل خانواده بدن، مسلم معتادا کمتر میشن. البته مقوله اعتیاد
در اثر بیکاری که گفتم هست، در اثر فرهنگ هم هست. بایستی فرهنگ ها اینقدر غنی باشن و اینا رو آموزش بدن که بدونن که آخرش به چه راهی سر در میاره این معتادا. ما وقتی که این معتاد تو خیابون می‌بینیم واقعا احساس ناراحتی بهمون دست میده، چون می‌بینیم یکی از هموطنانمون، هم‌نوعان خودمونه که توی جامعه واقعا آلوده کار شده، بتونیم کمکش کنیم. واقعا احساس خیلی ناراحتی بهمون دست میده. در مورد این عزیزان ما خیلی خوشحالیم در مرحله اول که اینا برگشتن به جامعه. خیلی عالیه. اگه اینا مداوم باشه، دوام داشته باشه، انشالله ما هیچ وقت دیگه کارتون خواب و کسی که بهش به چشم اعتیاد نگاه کنن نیست. و در مرحله اول هم خانواده های اینا باید اینا رو تحت پوشش قرار بدن. آقا طردش نکن. اگر طرف یه اشتباهی کرد، الان نباید به چشم اون اشتباه دوباره بهش نگاه کنن و دوباره طردش کنن. اتفاقا باید زیر بال و پرش رو بگیرن، به خواسته هاش تن بدن و بذارن ایشون به همین زیبایی که الان ترک کرده و داره زندگیشو میکنه به زندگی طبیعیش ادامه بده. نه اینکه دوباره طرد دوباره به خودش بگه خب من یه زمانی اعتیاد داشتم، کارتون خواب بودم، الانم که ندارم همینم. پس باید یه تفاوتی بین اون زمانش و این زمانش باشه که بخواد دوباره به این خواستش تن بده، دوباره بخواد به این پاکیش ادامه بده. اتفاقا خیلی عالیه، خیلی خوبه. کاش اینا دوام داشته باشه تو مملکت. انشالله همه بهش رسیدگی کنن. ما اتفاقا خیلی دوست داریم اینا رو باید با آغوش باز پذیرا باشن، چه خانوادهشون چه خود مملکت. حتی اون کسی هم که الان معتاده، این بنده خدا یه نوع بیماری داره، شما نباید به چشم این بهش نگاه کنی که نه طردش کن، نه، باید کمکش کرد. این پیامی که الان رو سینه این عزیزان نوشته کلا در مرحله اول واسه جامعه نوشته که آقا این جامعه‌ای که منو قدیم به یه چش دوز، به یه چش معتاد، به یه چش کارتون خواب، ولی الان نه، همون انسان پاک، تمیز، سالم برگشته و داره کمک میکنه به اقتصاد همین مملکت. دیگه کارهایی که قدیم میکرده نمیکنه، ضررایی که میزده نمیزنه، الان داره سالم زندگی میکنه. پس جامعه هم باید کمکش کنه. جامعه باید اصلا دوست داشته باشه یه همچین کسایی برگردن به آغوش این جامعه، نباید طردشون کنه. لطفاً ببخشید و باورش ببینید. سلام. ممنون. ببخشید و باورش. میز کارتون خوابای بهبود یافته. لطفاً ببینید. من فقط پیامم به مردم یا اجتماع اینه که نگاهشون رو تغییر بدن و باور کردن من عملکرد من نشون میده. من وقتی خوب زندگی بکنم، عملکرد داشته باشم، مطمئنا باورم میکنم. من با این کلمه نمیخوام باورم کنم، با عملکردم دوست دارم باورم بکنن. ولی پیام امروز من فقط به اجتماع اینه که نگاه مردم به قسمت اجتماع، اونا که آسیب دیدن یا کارتون خواب یا هر کسی فرق نمیکنه، نگاهشون عوض بشه. اون نگاه خیلی فرق میکنه. میخوام که ما رو باور کنن و بدونن که ما هستیم و هم نوعای خودم، خانوما، آقایون، همه اونایی که ماها رو میبینن
فرقی نمیکنه، چه بالا دستیا باشن چه پایین دستیا باشن، فقط ماها رو ببینم ماها هستیم، بقیه اونایی هم که هستن میتونن ترک کنن و بیان تو این جامعه یه خدمتی بکنن. ولی امروز خیلی خوشحالم که توی محیطی قرار گرفتم که اول منو پاک میکنن، بعد آگاهی بهم میدن، بعد آمادم میکنن واسه اشتغال. دیگه توی محیط بسته نیستم، بهم توجه میشه. خیلی چیزها رو با عملکردهای خودشون بهم یاد میدن، دیگه نمیگن. حالا من بعد 20 سال اعتیاد اینجا اومدم به این نتیجه رسیدم، یعنی یه همچین جایی رو من سراغ نداشتم خدا وکیلی که بتونم از بیماری خودم آشنایی پیدا کنم، آگاهی پیدا کنم. ولی اینجا الان اومدم به یه جایی رسیدم که ای کاش با این مجموعه، با این فضا من 10 سال پیش 20 سال پیش آشنا می‌شدم. یعنی واقعا آدم با اصول روانشناسی با یه سری کارهای دیگه که اونجا میشه راحت، من الان نزدیک 1 ساله که مصرف رو گذاشتم کنار، خیلی راحتم بدون مواد دارم زندگی میکنم. با تو ای همدرد ای عشق، با تو درمان یافت این دل، خانه‌ات جاوید آباد، از تو سامان یافت این دل. ای سراپا عاطفه جز یاریت یاری ندارم، ای کلامت شعر بوسه بی تو غمخواری ندارم. آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، وان نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است. مسلماً پیشگیری خیلی مهمتره و خب اینم دیگه دولت هستش، اجتماع هستش که تو این زمینه‌ها باید فعالیت کنن و این موضوع رو خب ازدواج، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی دولت اینا رو حل کنه، مردم با کمک دولت اینا رو از بین ببرن تا کسی معتاد نشه. ولی اگه کسی معتاد شد باید کمکش کنن که مجددا برگرده به اجتماع. الان هم برنامه‌های خیلی خوبی پیاده شده، من میبینم که این بچه‌ها، این عزیزان دارن کمک میکنن و در نظافت شهر دارن همیاری میکنن، بسیار کار جالبی رو دارن انجام میدن، انشالله که موفق باشن. خیلی خوبه که قصد جبران دارن، خیلی خوبه که تونستن این اهریمن بزرگ رو از وجودشون پاک کنن، برگردن به جامعه، یه فرد خیلی خوبی برای جامعهشون باشن. من شخصا خیلی خوشحالم. به نظر من که واقعا ستودنی کاری که کردن، چون مثلا الان افرادی که پشت سر من هستن درگیر کارتون خوابی هم بودن دیگه، فقط اعتیاد نبوده و همین که اراده کردن، بلند شدن، پاک شدن. یکی که میخواد یه سیگار رو ترک کنه خیلی سختشه، چه برسه به اینها که سالها درگیر مواد مختلفی بودن. به نظر من خیلی نیاز به تشویق، خیلی نیاز به حمایت، خیلی نیاز به پذیرفته شدن و بخشیده شدن دارن. شعاری که تو سینه هاشون نوشته شده، نوشته که ببخشید و ما رو باور کنید. 100% ما باید اونا رو ببخشیم، ولی مهمتر از هر چیز که اونا رو باور کنیم که اونا دوباره میتونن به اجتماع برگردن و دولت حمایتشون کنه، بهزیستی کمکشون کنه، مددکارا کمکشون کنن که بتونن مجدداً اون حرفه خودشون، کار خودشون، زندگی خودشون رو دوباره از سر بگیرن. مطمئنا این حرکت خیلی حرکت خلاق و سمبولیکه که فکر میکنم یه جورایی این همین جملاتی که رو پیرهن‌های بچه‌های رفیقای من نوشته شده که ببخش و باورم کن، یعنی این که آقا باور کنید که هر کسی که بیماری اعتیاد و
داره میتونه دوباره زنده بشه، میتونه دوباره برگرده. کافیه تو باور کنی. این حرکت سمبولیکی که فیلترهای سیگار جمع بشه به نظر من به مثابه جمع کردن و پاک کردن اون گذشته هست که حالا یا به جامعه یا به خودش خسارت زده و توی این حرکت سمبولیک داره میگه من دارم اینا رو پاک میکنم، شما هم دلاتون رو پاک کنید. ولی اینجا که به قدر نمیشم ببخش و باورم کن. شاید ما رو ببخشن، شاید ما رو باور کنن مجددا، شاید ما رو ببینن 2 مرتبه. منتظر مهربانی اونها هستیم، ما انتظار اینو میکشیم از طرف اونها. هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه، ای ترس تنهای من اینجا چراغی روشنه. اینجا یکی از حسشم احساس وحشت میکنه، هر روز از فکر سقوط با کوه صحبت میکنه.